سلام بینندگان عزیز، امروز چهارشنبه 30 اکتبر است. ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات گزارش‌های برنامه را ساعت 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می‌توانید تماشا کنید. چین به تاجیکستان 350 میلیون دلار پول می‌دهد. وکیل مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان امروز سازشنامه میان تاجیکستان و چین را در این بابت جانبداری کردند. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان ضمن معرفی سازشنامه در پارلمان گفت کمکی به بازگشت در دایره سازشنامه 2.5 میلیارد یوانی چینی یعنی معادل بیش از 350 میلیون دلاری آمریکایی است. با گفته حکمت الله زاده قسمی از مبلغ‌های پیش بینی شده برای آماده و تطبیق مرحله سوم لایحه برقرارسازی راه‌های باختر و کولاب ساختمان راه اتومبیلگرد دوشنبه قلمه روانه کرده می شود. ضمناً پول ساختمان بینای نوی پارلمان تاجیکستان را هم در شهر دوشنبه چین داده است. سخاوت به‌برکش چین در نسبت تاجیکستان از چیست؟ در برنامه اخبار خواهیم گفت. دو خانواده در شهر دوشنبه که منزل زیستشان از سیل‌های بهار امسال خراب شده بود هنوز هم به زندگی معمولی باز نگشتند. پس از 6 ماه زندگی در مسجد دو خانواده از سیل آسیب دیده در دوشنبه به خانه‌های نیمه ساخت خود که هنوز برای زندگی کامل شرایط ندارند بازگشتند. اعضای این دو خانواده میگویند از حکومت بجز از 1800 سامانی کمک پولی یاری دیگر نگرفتند و تنها با کمک عبادت کنندگان خیرخواه مسجد و پول فطر روزه نمازگزاران سورابی خانه‌شان بنیاد شد. اما سردی زمستان در پیش است و خانه‌شان برای زیست آماده نیست. در برنامه امروز گزارش داریم از زندگی این خانواده پس از 6 ماه آفت سیل در دوشنبه. ما را همراهی کنید، این گزارش را با هم می‌بینیم. با فتح داعش که با قربانی جان 11,000 نفر به دست آمد، کردها امید داشتند که اکنون زندگی امن خواهند داشت و یک منطقه مختار با نام روژاوا تشکیل می‌دهند. اما حمله ترکیه نقشه هایشان را برباد داد. پس از حمله ارتش ترکیه صدها تن از سربازان کرد کشته و هزاران تن دیگر بیجا شدند. حالا منطقه مرزی مکان سکونتی کردها با ترکیه را ارتش سوریه یک جا با روسیه تحت نظارت دارند، اما این بی‌بندوباری به داعش دوباره فرصت فراهم کرده است که سر بالا کنند. در برنامه اخبار امروز گزارش داریم در این باره، با ما باشید و از آخرین تحولات سوریه آگاه شوید. 30% کرسی های پارلمان به زنان در قرقیزستان. تغییرات در قانون به اجرا درآمد که موافق آن 30% کرسی های مجلس های محلی و پارلمان کشور به زنان داده می شود. اما کارشناسان میگویند برخورد جامعه به زنان همانا سنتی باقی میماند و به آنها وظیفه بیشتری از خوراکپزی در کنار آتشدان دادنی نیست. تشکیلات های حامی حقوق جنسی در کل قلمرو کشور دوره های آموزشی ویژه را تشکیل کردند که از میان شرکتداران آن زنان فعال و نامزدهای احتمالی به کرسی وکیلی پارلمان پیدا می شوند. تا کجا این کوشش های تشکیلات ها موقع زنان را در قرقیزستان می تواند تغییر دهد؟ در برنامه اخبار این موضوع را هم بررسی خواهیم کرد. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه دیگری رخ داد حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی همراهی کنید.